عزیزان، من بارها که وقتی اکسیون ها کمه هیچ ابایی نذاریم که بگیم تعدادمون کمه اما فریادمون بلند، تعدادمون کمه اما اراده هامون محکم، تعدادمون کمه اما تصمیم هامون قطعی. هیچ ابایی نذاریم از این که حتی اگر یک نفر باشیم در میدان بمانیم، زیرا تنها در میدانه که میتونیم حقمون رو به دست بیاریم. همیهنان عزیز، امروز ما ضروری تر از هر شعاری شعار اتحاد، مبارزه، پیروزی رو باید دنبال کنیم. امروز ضرورت و نیاز همبستگی از هر شرایط دیگه بیشتره. چرا؟ چون امروز جمهوری اسلامی در همدستی با عده‌ای از خواهان برگشتن به کاخهای سلطنتی عده‌ای زامبی را تربیت کردند تا به صفوف متحد مردم حمله کنند و آنها را به هم بزنند. زامبی ها کیا هستند؟ انسان هایی که از انسانیت خود تهی شدند، انسانیت از آنها گرفته شده، مغزهایشان فریز شده و تنها حمله به دیگران و گاز گرفتن دیگران را بلدند. این زامبی ها حتی اگر تیکه تیکه میشوند باز از اجزای خود را پیدا میکنند. فقط و فقط، البته قصه افسانه ایه، اما از آنجایی که بازتاب و نمودی در جامعه های دیکتاتوری داشته، خیلی مردم با این پدیده زامبی آشنا هستند. با خصوص با ایرانی ها از همان روزهای اول با قدرت رسیدن جمهوری اسلامی این زامبی ها را در جلوی دانشگاه دیدیم. با مغزهای فریز شده بر صورت زنان و دختران تیغ کشیدن. در شهرهای مختلف ایران بر صورت زنان و دختران اسید پاشیدن. اینها زامبی هستند. اینها اصلا فکر نمی کنن، اصلا فکرشون فریز شده. و امروز میبینیم در خارج کشور آزمایش کردن. بی تردید اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، جمهوری اسلامی، مغزهای متفکرش، اتاقهای فکرش در همدستی با دار دسته سلطنت طلب پهلوی زامبی ها را ابتدا در خارج کشور آزمایش کردند. تعداد اندکی را فرستادن برای به هم زدن آکسیون های اعتراضی که تنها خواستشان سرنگونی جمهوری اسلامی و آزادی ایران است. و غم انگیزی که در شب 7 مراسم کشته شدن یک وکیل مبارز از خانواده کسانی که خود این رژیم داغ به دلشان کرده بود در جنگ ارتجاعی و امپریالیستی 7 ساله، حتی با آنها هم رحم نکردند. زامبی ها را فرستادند در یک شب 7 که میتوانست تبدیل شود به یک اکسیون اعتراضی وسیع، به یک نقطه عطف در مخالفت برای جمهوری اسلامی به همش زدن. و این زامبی ها یک نفرشون هم دستگیر نشد و به کار گرفتار نشد. گفتم این زامبی ها آسیب نمیبینن. این زامبی ها در افسانه و قصه خودش فقط یا باید مغزشان خنثی شود یا با آتش کشیده شوند. اگر نه مادام که هستند حمله میکنن، تعارض میکنن و جمعهای وسیع مردمی و مبارزین را به هم میزنن. این مثل روز بر ما روشنه. چرا در اعتراضات کارگری این زامبی ها جرأت میکنن حضور پیدا کنن؟ چرا در اعتراضات بازنشسته ها که سالیان سال هر روز هم در خیابانن زامبی ها جرأت نمیکنن شرکت کنن؟ چرا؟ چون این آکسیون همه همدیگر را میشناسن. تنها در آکسیون هایی که همه همدیگر را نمیشناسن این زامبی ها که در جیب بسیاری از اینها کارت سپاه پاسداران، کارت بسیج هست، در مشهد اینها رو دستگیر کردن، کارت سپاه پاسداران در جیب داشتن. همون کسایی که جاویدشاه گفتن، همون کسایی که بربرس مفسد گفتن. همیهنان بیایید نمیخوام مقایسه بکنم، قیاس به برفارقه. شعار آنها را ببینید، شعار ما و مردم را ببینید. ما میگوییم زن، زندگی، آزادی. اونها با مرد شروع میکنن، مرد برس مفسد. کسانی که طراحین هستن اصلا کرامت و ارزش و وزن واژه را نمیشناسن. شعارهایی که درست میکنن وزن و قافیه داره، مفهوم نداره. مرد برس مفسد، چپی، ملا، مجاهد، سه ترکیبی که به هیچ وجه کنار هم قرار نمیگیرن. ملا در حکومت، چپی و مجاهد 46 ساله دارن میجنگن، خون میدهن، زرد میکشن، درد کشیدن، در به دری کشیدن. آخه کی میاد
به اونی که در قدرت با آن که در اپوزیسیون کنار هم قرار بدهد؟ مگر می شود؟ ما میگوییم زن زندگی آزادی، اونا از من سخن میگویند. همین پرچمی که امروز اینجا برش نوشتیم شیر بوده و شمشیر بوده و خورشید، شیر را برداشتن زن به جایش گذاشتن، شمشیر کامل کشتن و گردن زدن برداشتن زندگی را به جایش گذاشتن، خورشید را برداشتن آزادی را به جایش گذاشتن. بیایید اینها رو در کنار برگ برس مفتد بگذارید، ببینید چقدر چندش آوره. ببینید کسایی که چشمانشان را بستند گند چال دهانشان را باز کردند و این شعار تفرقه افکنانه را در هر کوی و برزن فریاد میزنند و در اذهان انسانهای آگاه، انسانهای مبارز فقط و فقط رسوایی دیگری برای خود میخرند، برای آنهایی که قدر واژه را میشناسند، برای آنهایی که ارزش شعار را میفهمند، میدانند که این گندچال دهانی که این شعار را مطرح کرد انسانی که معلوم نیست از پای بوته واقعا آمده، از کجا برخواسته، فقط تمنا و آرزوی برگشتن به کاخهای سلطنتی و اون به پاهاشهای اشرافی را دارند. گرچه همینجا در خارج کشورم ای بسا نمود کوچکتر از آن را دارند. زندگی بی غم، زندگی بی درد و مردمی در بند در اسارت را به صخره گرفتند. آکسیون‌هاشون، اعتراض‌هاشون. این زامبی ها بی تردید از بین خواهند رفت در مقابل خشم توده‌ای که متحد باشه. بگذارید به صراحت بگویم دوام و بقای جمهوری اسلامی یک بخشش سرکوب از روز اوله، یک بخشش خونریزی و کشتار در سرتاسر ایران، بخش دیگرش تفرقه و پراکندگی ماست، بخش دیگرش عدم انسجام ماست، نیروهای مبارز انقلابی آزادیخواه و سرنگونی طلب که خواهان ایرانی آزاد، دموکراتیک و سکولار هستیم. خواهانی که انسانی حق دربند کسی دیگری را مفت نخورد، کسی دیگر را غارت نکند، چپاول نکند، کارگر به حقش به حقوقش برسد، زیرا سازنده همه چیز است و خود هیچی ندارد. این فریاد ماست، این صدای ماست. بکوشیم صحبت کنیم با کسانی که از جنس ما هستند اما در راه اتحاد و همبستگی سنگ اندازی میکنند. ناآگاهانه امروز ضرورت دارد بیش از هر زمان دیگری ما همبستگی و اتحاد خود را حفظ کنیم. بیکار ننشینیم. فرد ما با افرادی که در کنار خود داریم، همسایه داریم، دوست، آشنا صحبت کنیم و این ضرورت را یادآوری بکنیم، زیرا تنها در اتحاد و همبستگی است که مبارزه ما به پیروزی میرسه. وقتتان را نگیرم، برایتان آرزوی موفقیت دارم و زبان من قاصر از اونی که بخوام از شما که این روز را گذاشتید و اومدید اینجا و هر وقت و هر برنامه میاد تشکر بکنم. میدانم که وظیفه خود میدانید همچنان که وظیفه فرد ماست. وقت به دستان تیش پاپریکن ایران، وقت به دستان تیش پاپریکن ایران، وقت به خامنه ای، جنجیان آزادی، woman life freedom, woman life freedom. زنده باشید. درود بر شما.